از هر چیزی در این دنیا مهمتر استمراره. شب عید بود، همه توی ایام تعطیلات عید وارد اردو مطالعاتی عید میشن دیگه، با روحیه‌های خفن میرن که درس بخونن فلان. والله العظیم روز 5 عید که همه تو اوج اردو مطالعاتی عید بودن، تک و تنها یه پسر 18 ساله اسباب کشی کردم، اومدم توی خونه ای که فقط تو اتاقم یه دونه لامپ آویزون بود با یه میز تحریر، همین. غذا، خوراک، پدر، مادر، هیچ چی نبود دورم. بابا تو خانواده دورت باشه دلگرمی داریم، فقط حجم فکری رو ببین. حالا اتفاقای 9 ماه قبلش بماند، پدر بزرگ فوت کرده، مادر بزرگ فوت کرده، از مجبور اسباب کشی شدی، اختلافات، اصلا اوف. من دستمو زدم تای بدبختی بریشون. چه چیز وجود داره به نام استمرار؟ استمرار قوقا میکنه. همه زندگی بشه همینه، بالا پایین همه جا هست. فقط یک چیز مهمه، موندن پای چیزی که میخواد. در این دنیا راحتی وجود نداره. دنبال راحتی در دنیا نباش. آدمای موفق آدمایی که سختی کشیدن. هر چی سختی تو زندگی بیشتر امکان موفقیتت بالا. اینو همیشه کنج ذهنت داشته باش. زندگی یعنی هنر تعامل با سختی ها. و خواهش من ازت اینه، تو رو خدا باطن حقیقی زندگی خودت رو با ظاهر زندگی کسی مقایسه نکن.